असली वतन में जन्नतें पुरचा हजार नेमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें नेकबत हमूद राहतें जन्नत सरासर रहमतें। गुनगेज गुन अल्लाह है मेहरबान व बख्शो के नामा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह व बरकातुहू। दुरूद हर जगह से दुआ सलामत व सरबुर्दो सोबमेत अजीज गोले चारोकान बाद में नतर के हम निश्ते के तति बलूची दीवाना गिंदो को सेलकनो कसे राज के शुमा गिंदित मरुच मशमाच खांसूर है मारिफ आस्ता व इदनातगन बे मारिफ बारा व बेवानक जान बारा लुटन लाते मालूमात व पटपूरी दाश्ता में वो जवानिन वशिन खुशमा बेरेबिर बीत व पे वास्ता वती पानादा मसूल जिम्मेवारी के दिन हास दीवान गुनाही धीमा बरन गुमशमे चारतेना रवान दीवाना पेसरा गोदी वाजा दुरुस्ती बन व मालूमात के मशमारा पकारता बेच खांसूर वानक जान बारा बेजिने को बचे के दर्स वाना तावान का चुका सा मशमारा उशित इसी बारा मशमारा मालूमात दन उम्मीद किता दीवाने गुड़ सरा गिंदो को चारो बेत। सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि। बाद शर्त के मरोचे हमारा मनने तो वती हमदुजा वती कारोबार सर हमारा वक्त वादा दाते तो वती वक्त वादा कीमती हमारा दाते पे दीवाना वास्ता बीच मा वतरा दुरुस्ती करने पा अम्मा व पाइज सलकनो कना بله عزیز امراس نینام عبدالغفار انت من شا معرفة كاركانو كان يك كاركون عندي بحيث مسؤول معرفة عمليات تشخان سورس بعض شرط के होता दुरुस्ती करते थानु बीच मा हमारा मालूमात देत पटपुली देत के ई मारिफ तात नजरा वैशी चमशाना किए चेरा चिकस वानक जा हस्ता मकतबस بله برادر عزیز تشخان سوري والسوالية مشما بسطح معرفة الحمد لله 16 مکاتب دارن رسمین که 16 مکاتب البته یک مکتب غیر فعال 15 مکاتب فعال دارن که به 15 مکاتب انت مشما 3 دانه گلیسه دارن و 5 مکتب متوسطه دارن و 8 مکتب ابتدائیه دارن. बीच شما گوشت که دینا چیکس وانو کستند چکا چکاسی شانی اندازه تا که در درس وانت و جنی کو بچک کن بارا که در فقط بچک درس وانت یا جنی کو بچک درس وانت به چخان سوری ولسوالیت مشما مختلط مکاتب دارن که جنیک و بچک مختلط درس وانن هم جنیکو درس وانن تم بچک درس وانن تقریبا 2500 شاگرد اما وانوک دارن به چخان سوری ولسوالیت وانک جاش یک جان تک جتا جتا دیگه تا صنف 6 اما جنیک و بچک مختلط دارن صنف 6 به بالا گورن دیگه بچک جتا جنیک جتا وجه مرا گشته سر پیدا که ای تصنف شش گونوت یک جا بیک وانک جا درس و یک صنف تاستا که جتا جتا استند نه البته صنف 6 مکاتبش مختلطن صنوفش جتاند بصنف جتاند بچک جتاند البته مکاتبش مختلطن صنف 6 مکتب مختلط امی وانک جا نبار مرا گشته سر پیدا که شان وانک جا چونت امیر تعمیر هستند جوړ هستند یا گلینگ هستند تو اتاق دارد اشار بار سر پیدا به چخان سوری ولسوالیت ایشانی وانک جا تعمیر بعض مکاتب تعمیر ندارند البته به یک گلین گسانتا هستند تو اکثر مکاتب که تعمیر دارند تو په تعمیر ترمیم ضرورت دارند چون که بیمی انقلاب و تحولات درگیری انت ایشانی تعمیر خراب بودند دیگه زخم وردند په ترمیم ضرورت دارند بعضی مکاتب تعمیر جوړند بعض شرط که اندازه مارا معلومات داتت گشتر مارا سرپری دات ببارا که مدد و همکاری شا مسئول نمگا و شا مؤسساتی که سردنا گوانک جا گوانو کنا مدد و همکاری گو معرفه دارت گنا در سطح معرفه امارت اسلامی افغانستان مسئولان اما اظهار خوشحالی کنند تشکری کنند تا حتی الامکان گو اما همکاری کنند اما در مورد مؤسسات در بخش معرفه مؤسسه یونیسف که است این همکاری باز کند
چه کلمات قطعیه تا چیزی که لوازم تحریری هستند به شاگردان خاطر تبیک و ایشان گوما همکاری کرده هم همکاری کند. البته در بخش تعلیم و تربیه مؤسسه یونیسف امارن 31 صنف محلی در مناطق دور و اطرافن که آدم شما رسیدگی کرده نکند. این مناطق که تعلیم و تربیه محروم بودند امارن صنوف داتا تشکیل صنوف کرده نموده دیگه. شاگرد در مشما در بخش معرفه تقریبا 21 صنف مؤسسه اوپارلی مشمارن داتت. البته ای قرارداد ختم بوده دیگه. مؤسسه یونیسف هم نوتی 2 قرارداد پوره کرده. یک قرارداد سومین تا که گوما دارید مؤسسات خارجی نامی مؤسسه یونیسف در بخش معرفه گوما باز همکاری کرده. البته مؤسسه شو هم گوما همکاری کرده در بخش معرفه که پاما سولر سیستمی برقی سولری په مشما جور کرده. و یک مؤسسه به نام واش هم در مورد در بخش معرفه گوما همکاری کرده که امی آپانا پا امی شاگردان در اکثر بعض مکاتب انتا تهیه کرده. امی همکاریش خارجی مؤسسات گوما بوده. بعض شرط که برای ما معلومات دادید بیت گشتر صرفی داد که ای بچک که در درس واند فعلا که مشمان چو صرفی داره که تصنیف 6 جنیک درس واند بعد ای بچک دیما اوران تحصیل و ای مدت تا بچک و تی تحصیل بعد 12 چون دیما بنند این 50 هست اگه نام رام با شهر و دیگه جوت پانتون دامادند. البته مشمه شاگرد که صنف 12 فارغ بند به مشمه ولسوالیت مشمه الحمدلله انستیتوت زراعت دارن دیگه. امیده به انستیتوت زراعت تا شامل بند تا 14 امیده درس ورند. بعضی شاگرد که شلیسه هم فارغ بند و به پوهنتون شهره هم روند زرنجا مرکز روند مودا پوهنتون ورند و تی تحصیل دیمه برند. البته مشما به ولسوالیت پوهنتونی ندارن. یک کلاس زراعت انستیتوت مسلکی دارن. شاگرد 12 که فارغ بند باز مراجعه کن به انستیتوت زراعت. انچوش صرفی داده تو تیابران تفسیر گوشت که دینا انستیتوتی است و زراعت درس واند. برای ما صرفی ده که شما اصل چی کس هستند و به گوجام باران تا درس واند بخشند. انستیتوت زراعت تا مشما تقریبا 45 محصل دارن چون که چخنسور حالت بحرانی انتاش وشکسالی وجه اکثر مردم چخنسور مهاجر بودند و هجرت کردند به خارج یا شوطن شبیه اپی وجه به انستیتوت زراعت تا مشما تقریبا 45 محصل دارن که سمپی 10 تا سمپی 14 مشما من 4 صنف نونم مشما 4 صنف محصل دارن صنف 10 تا صنف 14. یک خاص رشته وانا تگینا نه به رشته های مختلفی عمومی رشته معلومی واجبی تمہارا سرپری دیت بیبارہ کے بیت شیشی کے وانگجا دولتی نسنت و تات نظر معرفہ دیگا وانگجا هم اسنت دینی که تات نظر معرفہ بنت و فعالیت داشته بنت بچخانسور الحمد لله که مشما به چخنسور ولسوالیت بغیر مکاتب دولتی مشما مدارس خصوصی دارن. البته این مدارس خصوصی دو بخشند. یک بخش مدارس خصوصی هستند که لیلیان که آن تقریبا 120 تا 150 طلبه رهایش دارند و مدارس نهاریه مشما دارن که به هر مدرسه نهاریه تا 25 گپتا تا 70 شاگرد مشما دارن. دیگه چخنسور ولسوالیت مشما 5 مدارس لیلیه دارن و 25 مدارس نهاریه دارن. این تحت نظر معرف هستند؟ بله 25 مدارس هم تحت نظر معرف است. اوتی درباره گالاس کردن فارغ تحصیل داشته گند؟ الحمدلله که مشما به 3 مدرسه تا امبرانی فارغ التحصیل داشتن که یکی مدرسه مظاهر العلوم ایرانداز تا مشما امبرانی دستاربندی داشتن و دوم به
مدرسه منبع العلوم اسلام آباد تا دستربندی داشتن و فارغ التحصیل داشتن که 2 جلسات ختم بودن تو 3مین جلسه که ما در نظر دارم به مدرسه انعام العلوم واقع مرکز. عجبیت مرا سرپیدت گوشت که پی ورگین آپ واسطه هر جای که ما شدگن وانک جان چاری تگن آپ ورگین یا جوانی بوده یا نبوده یا مدد همکاری شدن نگوان داشته یا نداشتن بی بارا مر سرپیده که چخان سوری وانک جا چونکا هستند با وارتین وطیا شاگرد آپ جوانی وارتینین دارد یا نه؟ در مورد آپ وارتینی چخان سور شمارا معلومات ده این که به تمام افغانستان ولایت تا ولایت نیمروز گویی مشکلی بی آبی رخ انتا و بعض بالخصوص نیمروز تا ولسوالی چخانسوری مشکلی آبی دارید که ورگین آب ندارید. البته به چخانسوری ولسوالی به بازار مرکز تا 2 دانکچه هستند که اکثر امی اطراف مردمش 25 کیلومتر 15 کیلومتر گو ماشین نکاین توش ادپات ورگین آب برند. گمه چخانسوری وانکجا و مکاتب اکثر گومی مشکلات دوچارند گو ورگین آب ندارند. مؤسسه خارجی مؤسسه البته مؤسسه یونسف بخش امی آبانا مؤسسه واش یک تقریبا 4 دانگ بمبئی آب به چخانسوری ولسوالی تا به دور اطراف تا دارید دیگه این مشکل آبی است به اکثر مکاتب انت است. ولی سب مرا گوشت که به کتاب جا چخانسوری وانک جا کتاب جا شود دارد یا ندارند فعالت اگنا و دیگه که بیشی بارا وشی پانا مرا به لابراتوار برا معلومات دید. ولسوالی چخانسور تا بخش معرفه که من درک دارین و اکثر مکاتبان که اما شتان و نظارت کرتن کتابخانه دارند الحمدلله هر مکتب شود کتابخانه دارید و کتاب به خاطر مطالعان کتب دارید مختلف این کتاب هستند به خاطر استادان مطالعه به شاگردان مطالعه دسترسی دارند و در مورد کتب مطالعوی اما کتابخانه دارند الحمدلله. و در بخش لابراتوار ولسوالی چخانسور بعضی مکاتب مثلا مکاتبی که لیسه ها هستند لیسه بخش لابراتوار دارید و لیسه زراعت بخش لابراتوار دارید و اکثر مکاتب متوسطه بخش لابراتوار دارند بودی. بیت گشتر معلومات پرتپولی سرپدی مردید که چخانسور مردم و استومان و دیگه که وانوک دربر دلگرمیش چون تا گذشت وانگا ای بارا اگمار معلومات سرپیده بازا شده. بله برادر عزیز مردم ولسوالی چخانسور وانگا علاقه دارند و شوقت هم در ولایت نیمروز مردم چخانسور مردم فرهنگی مردم بودند تاریخ دارن فرهنگ دارن به سطح سواد تا دیماند اما البته می اوشکسالی که است در سراسر افغانستان تاثیرش تا بالخصوص به ولایت نیمروز تا بالاخص می ولسوالی چخانسور تا تاثیر بازشتند اکثر مردم ولسوالی چخانسور بیجا بودند یا خارج شدند یا خارج نشدند شوتی جا بیجا بودند به دیگه ولسوالی هجرت کردند شامی وجه کم می چخانسور مردمان گوانگا علاقه کم بودند. میشه دلیل نیمونه می اوشکسالی بودند؟ بله. بیکاری بودند؟ اثرش می بیکاری و اوشکسالی اند. ولی سب شما لوچا گواها گرد سرا دیوانه شا مسئول و زموار و پی سرا شا لوگه مردمانه پسما سا ورنده شا مقامات شما لوچا گواه چید؟ من خواهش و درخواست شاگردانی والدانشان تا که وتی اولادم به درسه وانگا تشویقند البته ایش اوشکسالی تا همیشه دوام ندارید 1 سال و 2 است اما په خدا امید دارن که وطن می پدا آباد بیتو یا می وطن په سواد ضرورت دارید په محصلم په شاگردان ما نیاز دارن باند روشا په دکتری په انجینری نیاز دارن چی که په خارج روانو شه خارج لوټن دیگه شه می محصلین والدین درخواست میشند که وتی اولادن بیشتر تشویق تن په وانگا شا مقاماتنا؟ و اما خواهش مقامات نیشن تا که به ولسوالی چخانسور
نظر نسبت به دیگه ولایت و دیگه ولسوالی اوان فکر و نظر باز بید در مورد ترمیمات، در مورد لوازم تحریری که ما نیاز دارن، در مورد امی آپای چخانسوره که چخانسور باز مشکلی مزن اینگو امی آپا دارید دیگه. اما خواهش تیشن تا که نسبت به دیگه ولسوالی هم پا چخانسوره نظر باز داشته بید. باز شرطا که مروچی وقتی وقت و آدم مارداتی تو دیوان گوشما دیما گرد تمین نتوار شما خوشحالوتن که شما مرا یاد کردید و طرفات جزاک الله. عزیزان گل چارو کم باز هوشال سون کتی دموکراترا نشته تو وقتی بلوچی دیوانش افغانستان ملی گوشگنده دیست تو چارتید ایشا معرف چخان سوریا که پشما معلومات و پرتفولی داتا بود و ای عزیزان هواجه که مشبه پانا داد دیوان گوشما دیما برد و تی معلومات پرتفولی نه بی بارا داد بی وانو کنه بارا مشمار معلومات داتی و بی وانا جان بارا و دیگه که سکی اصولی که داشتن ایشان بارا و تی معلومات داد و لوٹگ واهگی که ششما په سما سنه داشت امید نه که شماره دوست پسند بیتی دیوان و دیوان به همه دالیت والا سبید تا دیگه دیوان و تا دیگه پریان که شما لوگو میتا کن از ملوتین اما در رزاد شما ساتو